اولین قدم ورود به دنیای دندانپزشکی دیجیتال خرید اسکنره. اما چه فاکتورهایی رو باید و چه فاکتورهایی رو نباید هنگام خرید لحاظ کنیم؟ سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این اپیزود از دیجیتالی شو میخوایم به فاکتورهای مهم و غیر مهم خرید اسکنر بپردازیم. اول از همه به اطلاعات غیر مهم اشاره بکنم، چیزی که شاید توی بروشورها ببینید یا اگر از شرکت هایی که ارائه دهنده سرویس های خرید اسکنرها هستن بپرسید بهتون میگم و زیاد مسئله مهمی نیست. یکی از اونها اوپن بودنه. دیگه الان تمام سیستم ها اوپنن و دیگه سیستم کلوزدی نداریم که بخواد اصلا این مورد خیلی مزیت محسوب بشه. مورد بعدی که من هنوزم میشنوم که یه سری از دوستان اندک ولی میگن بدون پودر بودن اسکنر هاست. دیگه ما اسکنرهای پاودر فری نداریم و خیلی وقته که این اسکنرها نسلشون منقرض شده. به خاطر همین زیاد به این اطلاعات نمیشه اهمیت داد و زیاد براتون مهم نباشه. مورد بعدی بحث خروجی هاست. مثلا میگن اسکنر ما خروجی PLY میده، خروجی STL میده، میتونید راحت با نرم. این سیستم ها دیگه برمیگرده به همون اوپن بودنه. دیگه خروجی ها هم عموما PLY و STL رو تمامی اسکنرها میدن و این دیگه امری علی حد است که اگر بخوایم خیلی بهش اشاره بکنیم که این جزء مزایای اسکنر ما محسوب میشه. یکی دیگه از اون مواردی که شاید بهش اشاره بشه اسکن فول آرس زیر 1 دقیقه است. سابقا این قضیه یکی از مزایا بود ولی واقعا الان دیگه مزیتی محسوب نمیشه. اسکنرها الان قدرتمند شدن و دیگه کامراها خیلی تقویت شدن و این هم جزء مزایایی نیستش که مثلا بخوایم خیلی بهش اشاره کنیم که خب زیر 1 دقیقه بودنه الان چه مزیتی برای من داره. اگر من تو 1 دقیقه اسکن نکنم تو 2 دقیقه اسکن بکنم خیلی فرآیند من کوتاه میشه، اتفاق خاصی برای من میفته. واقعیت اینه که نه، این هم دیگه از نظر من خیلی نکته های اهمیتی نیست که بخوایم به اون اشاره بکنیم که بگیم زیر 1 دقیقه مثلا 2 فک رو کامل اسکن میکنه، تک فک رو کامل اسکن میکنه، مزیت دیگه محسوب نمیشه. قبلا کامراها ضعیف بودن و هر کامرایی که قوی تر بود این ادعا رو میتونست بکنه ولی الان دیگه این ادعا زیاد اهمیتی نداره. پس مواردی که اهمیت دارن چی هستند؟ چه فاکتورهای خیلی مهمن که هنگام خرید اسکنر باید به اونها توجه بکنیم؟ این مورد رو توی اپیزود بعد دیجیتالی شو در موردش صحبت میکنیم.